پیرزنه حومه کربلا زندگی میکرد. وضع مالی آنچنانه‌ای هم نداشت، ولی روزی مبتلا و حاجتمند شد، گرفتار شد، هیچی هم نداشت، یه دونه گاو فقط تو خونش بود. نذر کرد، گفت نذر میکنم برای خدا ثوابش متعلق به آقا قمر بنی هاشم که حاجتم برآورده بشه، من این حیوان رو ببرم کربلا، میدم مهمان سرای حرم آقا ابوالفضل سلام الله. طولی نکشید حاجت برآورده شد، حیوان رو گرفت راه افتاد بیاد کربلا. تو ایست بازرسی نگهش داشتن. کجا داری؟ گفت دارم میرم کربلا. حیوانو کجا داری میبری؟ گفت نظر آقا قمر بنی هاشمه، باید بدم مهمان سرای حضرت ابوالفضل. رئیس ایست بازرسی شیعه نه، خیلی هم آدم متعصبی بود. گفت خودت برو حیوانو ضبط کنید، حق بردن من. هرچی پیرزن التماس کرد، هرچی تمنا کرد، آقا نکن با من این کارو، این نظر ابوالفضل، نظر باید ادا بشه. گفت این حرفا رو بذار کنار، خودت میری حیوانو حق نده. خواهش کردید نه، جواب نمیده و پاسخی دریافت نمیکنه. در اوج عصبانیت گفت عیبی نداره، تو جواب نده، ابوالفضل که هستش، من میرم الان خدمت قمر بنی هاشم، یا مرگ تو رو قمر بنی هاشم باید بده یا مرگ. در اوج بیادبی برگشت رو کرد به این زن، گفت برو همین الانم برو حتما هم به ابوالفضلتون بگو مرگ منم بده در قدمم. پیرزن آمد حرم ابوالفضل سلام الله علیه، شروع کرد محضر ابوالفضل گریه کردن، اشک ریختن، ناله زدن. هی هم مطلبش رو بر زبان جاری میکرد. آقا من آبرو گرو گذاشتم، گفتمم میام، یا مرگ اونو میدی، مرگ اون میشه، مرگ ما رو باید به ما بدی. از شدت گریه خسته شد، خوابش بود. تو هم حرم ابوالفضل سلام الله علیه خوابش بود. میگه خواب دیدم پای یک جاده نشستم، آقا قمر بنی هاشم سوار بر مرکبی ان دارن رد میشن. فرمود نه مرگ تو نه مرگ او. میگه این گاوه نظر من نبوده. گفتم چرا آقا؟ نظر شما بوده. فرمود پس مال من محسوب میشه. گفتم بله آقا مال شما بوده. فرمود چون مال منه، من میگم حلالش، نوش جانش، بذار همون رو. بدتر تو عالم رویا گر گرفتم. گفتم حاجتمو نمیدی که هیچی. میگه حیوانی هم که ضبط کرده مال او بخوره، حلالش یعنی چی آقا؟ گفت آقا ابوالفضل فرمودن همش به خاطر اینه که یه خورده حساب باهاش داره. خورده حساب باشه اون یعنی شما رو قبول نکن. آقا قمر بنی هاشم تو همون عالم رویا به من فرمودن خورده حسابش همینه. این وقتی که استخدام ارتش شد، یه دوره ای رو برای دوره آموزشی سپری میکردن. دوره آموزشیش که سپری شد، اینو برای اول بار فرستادنش یک مأموریتی. با اون منطقه ای که مأموریت رفت این آشنا نبود، این منطقه رو بلد نبود، آب کم برداشته بود. همون اول صبحی آب همراش تموم شد و بعدش هم هوا گرمتر میشد. رفته رفته آتش براش غالب شد. آتش لحظه به لحظه شدت پیدا میکرد. بیتاب شده بود، واقعا تشنگی مستاصلش کرده بود. دمدمای غروب دیگه به سرحد مرگ داشت میرسید. یک مرتبه به یک چشمه آبی برخورد کرد، دوید خودشو انداخت تو این چشمه. از این آب چشمه تناول کنه، یک لحظه تو دلش گذشت این شیعه ها میگفتن حسین ما رو با لب تشنه شهیدش کردن، نگو تشنگی اینقدر سخت بوده و سنگین. با همین حرف تو دلش گذشت، چشمش پر از اشک شد. به همون اشکی که تو چشش حلقه زده، به همون قدری که دلش لرزیده، بر من ابوالفضل ذی حق شده. زنه میگه خواب. گفت از حرم آمدم بیرون، مسیر منزلم رو در پیش گرفتم. گفت از تو ایست بازرسی که رد می شدم، مأمور و رئیس ایست بازرسی جلو می گرفت. چی شد؟ مرگ ما رو که نگرفتی؟ میگه پیرزن واسطا. گفت آقام فرمودن یک خورده حسابی باهاشون ده، همون حساب فرمودن نه مرگش میدیم، این حیوانم مال خودش. گفت به حالت سخریه کنان شروع کرد قهقه زدن. ما ابوالفضل حساب کتاب. پیرزن قصه رو تا نقلش کرد، رنگ از رخساره این فرد رفت. میگه هی نگاه طرف کربلا میکرد، طرف این زنی نگاهی میکرد. گفت یعنی این قدرم از نگاه ابوالفضل دور نمونده؟ دیدن رفت اندرونی، برگشت دیدن یک طناب آورده، طناب دور گردنش بسته، سر دیگه طناب به دست این پیرزن داد. گفت بیا در حقم مادری کن. من چی کار کردم؟ این خانواده کی هستن؟ من چه کردم؟ ابوالفضل کیه؟ بیا منو این گونه با این طناب کشان ببر کربلا، ببر حرم ابوالفضل العباس. من عذرخواهی، من از ارت خواهی بکنم. هر چی پیرزن گفت نمیتونم، گفت نمیگذرم. پیرزن ناگزیر شد، به همون کیفیت آورد. میگه از در ایست بازرسی این مأمور اینقدر گریه کرد، حرم ابوالفضل رسید، جان به جان آفرید.